پشمک انگل بگو خودت میخوای چیکار کنی. آقا سامان بله امروز قراره بریم 24 ساعت توی این ماشین زندگی کنیم. دیگه چی الان مثلا؟ خوشگله، این اسمش توموره. آدم مشنگ فکر کرده لندکروز داره 24 ساعت تو کوی. اتفاقا اونی که لندکروز بره که اینجوری 24 ساعت تو لندکروز بگیره که خیلی راحت تره براش. من دارم توی این ماشین تنگ و کوچیک دارم این کارو میکنم. تنگ و کوچیک دوست داری؟ از ساعت 1 تا ساعت 1 فردا میشه 24 ساعت. ولی مشکلش اینجاست تو میتونی هم ماشین بری بیرون چون بعدش میخوای بری جای کار داری، ولی من دیگه نمیتونم الان هم ماشین پیاده شم. دوربین رو باید نگاه کنی. ولی باز خودمو نگاه کردن دارم جدا از اینکه 24 ساعت قراره تو کویک باشیم، من که نمیتونم پیاده شم. تو امروز یه سری وظایف داری. حالا میدونی وظیفت چیه؟ چی؟ برو یه بنزین برا ما بزن بیا. کارت تو بده دیگه. کارتو دادم دستته. آقا خب پول بده. آره با باز کن. استایل کسی که تا حالا بنزین نزده. آجی در صندوق بازه یادم رفته. خودت برو. من که نمیتونم هم ماشین پیاده شم. پس باز نزدی من نمیدونم. آجی کیف میف هم نیفتاده باشه. یه جوری داره اینجا رو این خانم محترم میره انگار بله دیگه. نون خشک آوردی؟ مهندس نان خشک است؟ نان مهمان چیپسی نکن بابا سامان نکن اون برای سامان نذار زمین سگ اینا میبره. بالاخره لپتاپ دیگه. کارد من فعلا در همین حد چند تا یو اس بی توشه. این لامپه پتو آوردم با خودم. جلبک کار کرده بودم الان 1 میلیون گرفت. یه گوشی دوم آوردم. نه انداز بره. دستمال کاغذی یعنی یکی رد از اینجا میبرتش. دستمال کاغذی مگه گوشی نکن دیوونه. حالا این مسکا ندیده بودی نه؟ ولی این برای اینه که دوز ماشین رو میبینه بترسه مثلا. الان تو هم دردم گرفت دیگه هیچی نیست. دفتر کاپ گوشی رو شارژ کنیم دیگه. نزن درد داره سامان نزن. نیم ساعت کلن گذشته. خسته شدم بیا بس. اسم موم نزن خراب بشه. چی بود باهوش مامان باباشو بچه فرستاد رفت چی بود اسمش؟ جیمی نوترون؟ آره شبیه جیمی نوترون کرده کلاشو. اسم موم نزن. چی کار کنیم؟ اینا بند داره تو یوتیوب سامان. بندشو برد. خودت هم چی بخوریم؟ کجا بریم؟ ساندویچی ارزون. چه سامان رفتش یه چیزی بگیره بیاد. امیدوارم واقعا این ویدیو به اندازه اون ویدیو اذیت کننده نباشه. ترسیدم. یادم افشی داشتن میگفتن. اگه موافقید لایک. جسیه منه. نه پشمک. همون سامان دست درد نکنه. خیلی خوبه. مرسی. میدونی الان برم پایین چالش رو میبازم و همینجا ویدیو تموم میشه؟ نکن بابا. اصلا من گرفتمه. تو نباید ببازی. یه بازی بکنیم سوال میکنیم اصلا 5 ثانیه وقت جواب بدیم. هر کسی باخت یه چالش جرأت حقیقت بهش میدیم. حالا یا جرأت باید بگی یا حقیقت. دقیقاً. 3 تا اختراع مهم بگو. تلفن، برق، باخت. بریم دستگرمی بودیم اشکال نداره. 3 تا شخصیت فیلم یا بازی قوی. آیرون من، هالک، تور. 3 تا کشور که پرچمشون 3 رنگه. ایران، فرانسه، ایتالیا. 3 چیزی که تو آسمونه. پرنده، ابر، هوا. هوا حساب نیست. هوا تو آسمونه. باختی. بابا هوا تو آسمونه دیگه. اینم هوا، اینم هوا. بالاخره تو آسمون هم هوا. 3 تا سیاره. نپتون، پلوتون، زحل. آفرین. 3 چیزی که انفجار داره. شلیک گلوله، بمب، انجین ماشین. یس. انجین ماشین دیگه توش انفجار رخ میده که موتور حرکت میکنه.
دیدی خیلی سریع. اسپرنگ، خرگوش، کوسه. 3 تا تکنولوژی آینده. فضایی ها. نمیدونم. 3 تا چیزی که قفل میشن. در، ماشین، بافسنده. 3 تا آهنگ با ریتم پر انرژی. اشمو. 3 تا آهنگ با ریتم پر انرژی. ساسی مانکن. تتلو. کی بگم پس؟ اسم آهنگ بگم. تموم شد دیگه. من نمیدونم. جرأتی حقیقت. بابا حقیقت رو انتخاب میکنم واجی سخته. کار عجیب غریبی که خودت میکنی یا خطرناک باشه. خطرناک و عجیب ترین کاری که به ذهنم رسیده بکنم همین ویدیوی برج میلاده. ازش بپریم پایین. هر کی سوال بعدی و اشتباه جواب بده اون دیگه میره تو جرأت حقیقت. 3 تا کشور که به دریا راه نداره. مغولستان، افغانستان، جرأت یا حقیقت؟ جرأت. جرأت؟ تونه زدن باشه. برو دیگه. نیافتی پایین حالا. این ویدیو رو ازش گرفتم. یه عروسی نیم ساعتی دوان چجوری میشینن؟ ولی یوبس رفتم قبول داره. کجا میخوای بری؟ خانه. ساعت چنده سامان الان؟ 4:29 دقیقه. اینجا چیکار کنم تنهایی؟ سگ تو 24 ساعت تو کویک میمونه. بچه‌ها سامان رفت. تقریبا الان نیم ساعته که فقط نشستم و تنهام. الان ساعت تازه 5. 20 ساعت دیگه مونده از چالشمون و واقعا خیلی حوصله سربر این چالش. به خاطر همین نشستم یه سری ایده‌هایی که داشتم همه رو توی کاغذ نوشتم و کارهایی که بعد انجام میشد و دونه دونه نوشتم و منتظر شدم تا ساعت بگذره. بچه‌ها سامان همین الان زنگ زد گفتش که بیا منو ببر تا جایی. الان ساعت 20 دقیقه به 7. دوباره با اون لایکت منو نوازشم کن. بیا دوباره با کامنت های مشتیت ما رو حمایتم کن. رفت سر کار سامان و ساعت تازه 7. این خیلی خوبه. نشستم یوتیوب دیدم از اون برم سامان برام انرژیزا آورد و این گربه رو خف کرد. الان ساعت 8 شبه. 16 ساعت دیگه من دارم تو ماشین. واقعا هم نمیخوام یعنی آف کامرا مثلا بخوام از ماشین پیاده بشم چون هم سرویسی برم، چون واقعا کسی که داره ویدیو رو میبینه به نظر من بعد براش ارزش قائل بشی، محتوایی که براش ارائه میدی حداقل واقعی باشه. لمنتو کیه؟ لمنتو استودیو. بابا نکن سامان، نبر گوشیو سامان، چرا نذار زمین سامان. احسان تموم. چالشو باخت. یا سگ خور. هاپ هاپ کن بهت بدم. هاپ هاپ کن. هاپ هاپ نقشو هاپ هاپ. خوب انجام میدی. هاپ هاپ قشنگ. هاپ هاپ خوشم بیاد. من بلد نیستم. اسم کنم سگ اینجاست. هاپ هاپ. بیا بازی کن. ساعت 11:20 وایسا اینجا وایسا عکستو زدن رو این مغازه. لاشی مگه من گاوم؟ اسم آینده‌ت چی می‌بینی؟ آینده‌مو من تو یوتیوب می‌بینم. چی بد دستشویی دارم الان گرفتتم. بطری آب معدنیه که خریدی برام. خب یاد کار یاد مردم نده. بچه‌ها شب بخیر. من فردا صبح برمیگردم. الان سامان رسوندم، خودم اومدم دم پارکینگ خونمون. اگه برم تو پارکینگ خونه بخوام امنیتش بیشتره تا اینکه بخوام. چقدر تو ماشین؟ از ساعت 1 الان تو ماشینم. اگه که داری تو ماشینه؟ با اینجوری که پدر سب بچه در میاد که خرو در بیاد دیگه. یه رو به 12 تقریبا 13 ساعت دیگه داریم. صندلی ها رو دادم جلو خودم، رفتم عقب نشستم و نورم اونجا تنظیم کردم که ویدیو نور داشته باشه و غذامو آوردم. آب برام آورده باهم قیمه. نشستم قیمه‌مو خوردم و بعدش هم لپتاپو باز کردم و فیلم اساسینز رو دیدم. دیگه 12 ساعت من تو ماشینم. واقعا خیلی چالش سختیه.
هیچ فقط تنها همینه که الان من دستشویی دارم و واقعا نمیتونم کاری کنم. شبتون بخیر تا فردا. هرچی خودم سعی میکنم بخوابونم نمیشه، خیلی جان بده. چه کاریه داری میکنی؟ نمیدونم مشخصه تو دوربین ببینم میتونم جامو عوض کنم برم اون بر. از این ور اومدم این ور، اینجوری خوابیدم. ساعت الان 5:06. من اصلا خوب نخوابیدم، کمرم داره میشکنه تو این صندلی ها. بابام میاد بعد برم ماشین رو بیارم بیرون، بعد اونور 8 سامان میاد برم دنبالش. بچه داشتم الان میرفتم سمت سامان، خیلی قشنگه اینجا. وحشی نزن، من تو ماشین سرویس شدم. داری ویدیو میگیری؟ تو ماشین نمیشه راحت خوابید، مخصوصا با قد 180. البته تو اگه مواد بیرونت کنه تو هیچ هم ازت میگیرن. آره بس پاک بخوره. ویدیو بعدی 24 ساعت تو پاک. ساعت 10 دقیقه به 10. من که چالش تموم شد 3 ساعت دیگه مونده. خب نظرت چیه تو این 3 ساعتی که مونده؟ فقط صبر کنیم. هرچه احسان پاره است، خسته است. بابا دیگونه نکن، گاز نگی، گاز نگی. انرژی گرفتی؟ نه پام درد کرد. انرژی بگی. یا آهنگ بخونی. سیمش گرونه، اون سیم خرم سیم اصلیه، سیم اورجیناله. هزینه ویدیو رو تو من مگه در میاری؟ نکن، هنوز چنل مانیتایز هم نشده. گشنم مانیتایز. برای سامان آهنگ گذاشتم و اونجایی که خیلی گشنمون بود پا شدیم با هم دیگه بریم یه املت بخوریم که بازی در برابر من نمیتونم ماشین بیارم. چرا خوشمزه است؟ دوتا سفید اومدن یوتیوبر. یکی نشده هنو؟ 1 دقیقه دیگه مونده. یک احساس میکنم تو ماتریکس بودم یه روز. واقعا خونش پاره شده، من دیدم. ببینش برم من. آجی دستشویی داری برم. خب دیگه کار نمیکنه. چه چالشی بود؟ اینو سابسکرایبش کنه تا خودشو نکشته. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ. بچه ها اگه دوست دارید سامانو بدون سانسور براتون بذارم تو ویدیوها، حتما تو کامنت رو بهم بگید که این دیگه حرفش سانسور نمیکنه.